آقای علی آقای علی در خانم از قربان شما ان شاء الله که خبرتون خوش گذشته باشه. سلام علیکم. خوب سلام علیکم. رحمت خوش آمدید. هزار رحمت مینادور نه همینجا دم چهارشنبه برای چی کنم ای مرده ای زنده باشه. برادرای عزیز آقای علی دین خسرش گوسپند کشتن با امروز خودش بوده که برین یک گوسپند بره سر ببرین یه زنده باشن سربند باشن مینادور علی جان دوستان مینادور خیلی بیشتر از اینا پیش ما ورزش داریم خیلی بیشتر از این خیلی یه اکبر چوجه بده اکبر چوجه بچه اکبر چوجه اومده این اکبر چوجه بده این چی رو پردیم اکبر چوجه اینجا باید تخت دارن. آقا من یه توضیح بدم اینجا اول که ما توی ایران اصولا میریم جای غذا بخوریم غذا رو سفارش میدیم مثلا میگیم فسنجون زرش پلو با مرغ پیتزا هرچی همون غذا میاد سرو میکنیم ولی توی تاجیکستان قبلش چند مدل پیش غذا بعدش پس غذا و نیروهاش هم اینجوری آموزش دیدن که پشت هم بیارن. من یه چالش بزرگم اینه من چجوری اون کاری که تو انجام دادی یا اینجا خب الان تو سفریم هر رستورانی من نمیدونم الان اینجا فروش کجاست ولی خب اکبر جوجه مورد تاییده و یه غذای میشه گفت اختراعی این چند سال اخیره یه غذاییه که هیچ جا به نظرم نخوردیم اکبر جوجه رو فقط اکبر جوجه غذا رو چوجه آره ما جوجه بریان داریم جوجه بریان درست تازه میدیم امتحان میکنیم ما جوجه بریان هم داریم یه خراب سوپ نام داره سوپ آره سوپ هرچی خواستی بهم بگو. بولت که درست بگردم ای سلامت باش این چوجه این جوجه تو کره گفته میشه چی؟ توی کره کره میگی شما؟ نه چه؟ کره اون دخوفکن یکی از فرآورده های ماست دوغ از دوغ کره میگیرن از ماست کره میگیرن چه الان مزدک های متوجه میشه بفرمایید این بعد این ترشی رو بزنید روش بخورید درسته خیلی هم بسم الله. دوستان عزیز در راهی همدان رفته استیم همدان یه جایی نبید چقدر یک طرف فلوت بریم خورم کنیم که این بالا شکل این طرف دین باغ را این طرف دین زمین های کاری رنگ کلا بکنم این طرف زمین های کاری بچه ها همینجا شاید برگوش کنه چی گفت؟ آقا علی چی خیلی گفتی یه بار دیگه بگو؟ چند بار می‌رسی 60 لیتر بنزین 180,000 تومان 180,000 تومانش به دلار 60 لیتر بنزین $2 چی شد مگه؟ این مردک 60 لیتر بنزین $2 همینجا شاید بار دیگه گوش کنیم آقا علی چی خیلی گفتی یه بار دیگه بگو بنزین چند سوم گفتی 60 لیتر بنزین آزاد بزنی دولتی باز نصف این قیمت 60 لیتر 180,000 180,000ش به دلار چند خواهد میشه؟ $2 60 لیتر بنزین $2 اگه دولتی سهمیه دولتیمون در ماه باز نصف این قیمت بچه 60 لیتر بنزین $2 21 سوم داریم مثل که رگبار گرفت وارد همدان داریم میشیم البته الان بکنم یه 30-40 کیلومتر کار داریم گودرنگ رو رد کردیم وارد همدان داریم میشیم که بارونی گرفت و چقدر
منظره زیباست. دیگه کنترل سرعت نزدیک میشن. بله خانم من چقدر شما خودت یک کی نزدیک ما میشی. انا که این جناب نزدیک این نزدیک میشه اون نزدیک میشه. بارون گیری باور کرد. چه آسمون زیبایی. خوش روشید. دل منتر شدم. دل منتر شد اکا جان. اول به سمت بلوار کلاب خارج شد. دیدیم بلوار کلاب بگم بلوار کلاب مردم کلاب. این خیابون اینجا اسمش کلابه. اینجا اسمش کلاب. اینا دیدی؟ وسط همدان در ایران. در ایران همدان در یک خیابان داشتن با نام کلاب. مردم کلاب زنده باشه. بچه ها ای تهران اومدیم شهر همدان یعنی همدان شهر همدان 5 ساعت راه اومدیم. آقای علی هم که ایستوره که ایستایی میدونیم چی ایستوره ولی خب ما دوباره روزها بیست داره مزاحم کسی بشه. برادرها بیرون کم کم خنود بود بیرون اومدیم درون دا جو گرفتیم. مبارزه تو قفس شیشه‌ای داریم. داریم شیشه داریم. این خروکه که شما دیده ایستان این علی بای خود دسته این همون اطلای علفی میکنیم که ای گیو ای که علف میکنیم ایست پلاک سیاه علف مدل میگن خیشم یا سیاه علف میگن این اوقات چون ما اوقات هایی مثلا پیش اوقات میانن یک میخریم ما میگیم سوپ. شما چی میگی؟ ما سوپ میگیم و اطلا میگیم اطلا همشو میگیم خلاص هم خیلی پیش اوقات بای خیلی بفرما اطلا آقای جان نمیدونم بوی علف دارم مقصد که رنگین پودینه اوقات باره من خیلی بابا بزن نوشه جان فیلم نیاز نیست ببینم میکنم پاتوسکو ببینم که این خیلی شنشیکا سیخ کبابا این ایش سموسا نه گوجه گوجهش چیه؟ گوجه بانجان نه پامیدور پامیدور شما میگی؟ پامیدور بوده اینو؟ من بوده اینو خیلی بزن نوشه جان این چیه؟ سربلند باش برادرم این طرفش اینجوری نمیدونم چیه من عکسشو دیدم تو داشتم اما یه چی بگم برادرم دوستا ما این حال در همدانیم این بالا را حاضر بدیدم سویتا موزیکا این پایانده با یک مهمونخانه را برادرمون گرفته یک مهمونخانه کلانه در اختیار موندم حالا که نصیب همین شو سر میکنیم همین تا بالا ایسو پایان بعد جاهای تاریخی و جای ناتکرارش رو تماشا میکنیم و جاهای خیلی خاصی میخواییم بریم برای اولین بار به تصویر بکشیم حتما ببینیم بسیار تاریخی و خیلی تاریخچه‌های خاص و نابی داره که به درد همتون میخواد این آمدیم هم مهمونخونه‌مون هم مهمونخونه‌ای که برای ما گرفتم هیچ که نیست بسم الله پویان چیه باشه این طرف خیلی آره بگو بالا گذاری این طرف دایری وای نگاه کچکار بالا که بالا نمیبینن همون تحت هستن اینجا خواب با بالا دار اینجا این بالا اتاق مستره چقدر؟ اینجا استاد عشق اینجا اتاق خواب و توالت سرویس فرهنگی داره اینجا ها؟ کجا داره؟ بیا پایین هست بیا اینجا محکمه داره هوی؟ نه درش بازه محکم نیست خیلی من همینجا میرم بیواز میرم اون برای هستی اینجا جای خواب اینجا جای خواب خیلی خلاصان آشه تو بشه بلون به تو با میبرم پیش کی میبرم میگه تو دهنش من بته تو با بته بته اخی
باید تا اینجا یاد گرفت. تا اینجا یاد گرفت تو پایین از تو یادش میاد در ایران. خیلی جای خوب. نه دولابر برش اینجا. آسانسور دولابر برش گذاشته. برو. گلام ببیا. این پایان گلام ببیا. گلام ببیا. گلام ببیا. گلام ببیا. گلام ببیا.